سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ بنده محمد آرپیام خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. آقا طبق ویدیوی قبل که قولشو داده بودم که اتچمنت HS براتون بذارم، همون اتچمنتی که داخل اولین شورت ویدیوی چنل از توی مپ ترنینگ مود بتل رویال استفاده کرده بودم، قرار بود همونو براتون بذارم. و آقا داخل این ویدیو طبق قولم به قولم عمل میکنم و داخل همین ویدیو هم ادراب گانشو میکشم و میزنم باهاش انمی که هم ببینید وان شاتش چطوره و هم اتچمنت و وسط های ویدیو وسط های ویدیو تقریبا بهتون اتچمنتش هم میدم که برید استفاده کنید، فقط بزنید وان شات کنید. و میگم آقا همه مچو پشت سر همون از یه اتچمنت نکشید، چون اینجوری مثلا این مچ که الان میخواید استارت کنید اول مچه، خب درست از اتچمنتی که بهتون میدم و میکشید مچ بعدی احتمال این که کمتر وان شات کنه بیشتر. کلا کالاف یه مقداری اینجوری میکنه، حالا درست نمیدونم چرا ولی اینجوری میکنه و برای مچ دوم اگه یه اتچمنت رو کشین کلا وان شاتش یک کم درصدش میاد پایین تر، خب اینجوری کمتر وان شات میشه طبیعتا دیگه. و آقا میگم استفاده کنید و لذتشو ببرید و اگه خوش اومد لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. چنل منو زنگولش فعال کنید که تا ویدیو گذاشتم نوتیفیکیشنش بیاد و بیاید ویدیو رو اولین نفر ببینید. و آقا بریم از سراغ ادامه ویدیو. اینجا هم یارمو زدن، گفتم برم سری راشش رو بدم. رفتم اینجا یه دید زدم این انمی اولیه رو که زدمش، ولی خب من یه زرنگی کردم تایپ 19 رو دانلود نکردم، یعنی الان مثل انفار دیفالت بازی برام. و خب اینجا هم یکی اینو اومدم بزنم رو رفت سری و خب داشتم میگفتم مثل انفار دیفالت بازی برام و واقعا حالا من چون دانلود ندارم نمیدونم قدرت اصلیش چقدره، ولی واقعا تاثیرش خیلی زیاده، یعنی خیلی قوی تر میکنه. من واقعا ازش وقتی مثلا دانلود نکردم خیلی راضیم. اینجا هم یه لحظه صدای ویدیو رو بستم که چون صدای ویدیو حالا یک کمه صدای بازی و اولش که کم الان هم بستم، حالا دقیق نمیدونم چرا بستمش ولی یه مشکلی بود که بستم، حالا میگم یادم نیستش دقیقا. و خب آقا اصلا میگم گیم پلی خیلی قشنگی شده. من اگه داخل مچ دیل بکشم ببینم و تو آلکاتوس قطعا اگه داشته باشم شاتگانم داشته باشم شاتگان اصلا نمیکنم، چون گانای روزنی به درد نمیخوره. نمیدونم چرا خیلی گانای سیزن بده و واقعا نمیشه باش زد، میشه ها ولی خیلی سخته. و خب من شاتگان اسنایپر بازم ترجیح میدم و مخصوصا دیلی که اصلا 150 تا به طرف دمیج بده. اینجا یا همون 200 هم سریع برداشتیم و دیدم اینجا صدا پا میاد، سریع گفتم یه کاور شات به یارو بزنم، اصلا مهلت ندادم که اصلا چیکار کنه اسمشو ور خیلی باحاله. و آقا میگم حالا اگه نظری ایده دارید حتما تو کامنت ها بذارید، یا درخواستی برای ویدیو یا هر اتچمنتی هر چیزی خواستید حتما داخل کامنت های همین ویدیو برام بذارید که من ببینم و بیام سریع ویدیوشو براتون بسازم. آقا اینجا دراپ بودم 2 نفر پای دراپن سکم اسنا. اینجا نمیدونم تیمم چرا ریجستر نشد، رو هدش هم زدم ولی نشد. اینجا هم یکی دمج کردم الان اینجا نگاه کنید خیلی دمج شدم، شانس آوردم سری کشیدم آقا. و اینجا هم یه ترپ گذاشتم هم سرعت هم زیاد بشه هم مثلا اگه انمی اومد سریع بزنمش. اینجا یه کاور گرفتم سلفا ندارم. بعد یه لحظه اینجا نگاه کنید فقط انمی از کنارم رد شد منو ندید، پشمام ریخته بود بابت این. انمی از کنارم رد شد منو ندید، واقعا باحاله. اینجا گفتم یه دیل بکشم، اینجا ریجس یا نمیدونم چه نمیخوره. اینجا نگاه کن این اصلا اتوش رد شد، رو هدش گرفتم اتوش رد شد. وقتی دیدم دید منو سریع اومدم پشت کاورم که نزنه، چون اونم رایفلش باز من نمیدونم حالا چی داشت ولی یه گانی داشت که میشد باش منو زد راحت، مثلا منی که شاتگان اسنایپ هم. اینجا یکی شاتگان پلیر افتاد جون سریع ترپ کاشتم،
عقبه که اینجا تو ترپ گیر کرده بازم نشد. آخرش فکر کنم زدمش. آره آخرش رفتم شکارش کردم. اینجا یه شب بوم، یه فیلینگ شات خوشگل. داداشم رضا شاه مرد و میگم خیلی گیم پلی قشنگ و جذاب شده. میدونم چرا تو این سیزن بیوای خیلی پشه‌کش شده. بیوای به شدت پشه‌کش شده. اینجا من یه کاری پیش اومده بود برام، سریع یه دقیقه فکر شدم و رفتم. اینجا هم انمی اومد غیبی زد، فکرم مردم. ناکن اینجا فقط چند تا، یکی، دوتا، سه تا، چهارمیش که نتونستم و وان شات شدم. هرچند دمیجم بودم ولی خیلی مسخره مردم. 4 تا چند تا میخوای بهت بزنم؟ داری 3 تا 4 تا چند تا میخوای بزنم بمیری بالاخره. و اینجا دیدم خوشحال شدم دراپم افتاده رو سقف همه یارامم. گفتم الان میام یه چیزو میکشم همه قد میزنم دم گوشه بقیه. یه دراپ دیگه هم افتاد رو سقف دیگه، اصلا نور الان نور. سری رفتم دراپ جدید، حالا الان میبینید دیگه ثانیه آخر من سری رفتم دراپ جدید گانمو بکشم. و الان یه نمیاد. ببینیم وان شات چقدر خوب خورد. ببینیم فقط چقدر خوب وان شات شد یارو. بوم، اصلا نشد، اصلا یه تیرش هم نخورد. نگاه کن الان آرمورم هنوز همون سدی که بود، یه تیرش هم بهم نخورد. حتی نمیدونم چرا اینجا چیزش رو زمین بود ولی یه تیرش هم نخورد. حالا به تازه برای ویدیو بعدی یه ترفندی هستش که حالا نمیگم. ویدیو بعدی دست ندی پس زنگوله رو بزنین که نوتیفیکیشنش بیاد، حتما ببینید ویدیو بعدی. اینجا رو آخر اینو نگاه کنین، الان اینم وان شات میشه. اوکی همونو بازم نمیدونم با چه امیدی اومدی اینجا، یه اسکار رو سقفم بازم میای همینجا و دیدیم وان شات تمیز. از تمیز هم یه چیز تمیزتره ها. داداشم رضا شاه اسما چیه میذاری خدا وکیل. حالا باز اینا خوبه اسم دیگه میذارم بعضی اصلا خیلی اسمای بدیه. اینجا الان دیدم یکی از یارم مار کرده، نگاه کردم نیستش. از این برمدم وان شات بوم. و آقا اینو نمیدونم میدونید، دارم به تازه بدونید فست اسکوپ بزنید تیرا جمع‌تره، در نتیجه تیرا همه میخوره به انمی و دمیج بیشتر میده و وان شاتش خیلی بیشتر میشه نسبت مثلا به هیپ فایر و اینا. اینجا الان آقا وان شات بعدی بره اینجا، بره جلوتر، ببخشید بره جلوتر فقط یک کمی. اینجا نکنید بوم. اصلا مچ خوشگل، مچ هم وین کردیم و عالی. فکر کنم آخری رو یارم زد، تا جایی که یادمه آخری رو یارم زد. اینجا هم لانگ برل دیدم، پلکم انداختم، یه لانگ برل لیجند برداشتم. اینجا پلکم عالی بود اصلا. آقا این مچم وین شد. این بود از این ویدیو و تا ویدیو دیگه با من فعلا گودبای.